این گروهی مردم که بیش از 1000 نفرند برای گسیل صفیه‌خان غورمرگ به کوچه رحمان نبیف جمع آمدند. امروز سنه 13 مارت ساعت 15 جسد صفیه‌خان رحمتور را به خاک سپاریدند. برابر پیوندان و اهل محله ساکنان شهر و ناحیه‌های اطراف خوجند به این محله آمدند تا همدردی خود را با عائله رحمتور رسانند. در همین ساحل دریای سیر با امر و تقدیر الهی غرق شده بودند. امروز من با وقت و ساعت که تربتشان با پیدا شد تا امروز اهل خانواده، چقدر دوستان، چقدر همسیفا، اهل محله، خیش و تبار از دور و نزدیک همه در تلاش و در حرکت پیدا کردن یعنی این دختر سید اعظم خان بودند و نهایتا همه من پیدا کردند. در این ماه مبارک شریف رمضان، در این دهه رحمت پروردگار، تقدیر و نصیبشان همین روز بوده است. ما از نام کل دوستان و پیوندان برای والدین، برای اهل خاندان سید اعظم خان اظهار تسلیت، همدردی بیان میکنیم. جسد صفیه‌خان رحمتور را از شهر شیرین ولایت سردریای ازبکستان سنه 12 مارت پیدا کردند. جانب تاجیکستان برای پیدا کردن دختری که 9 ساله که بیدرک شده بود به جمهوری ازبکستان درخواست فرستاد. نجات دهندگان کشور همسایه سنه 12 مارت مکتوب رسمی فرستاندند که در آن گفته می شود از پایاناب سردریا جسد دخترک پیدا شده است و او احتمال صفیه‌خان رحمتور می باشد. پدرش سید اعظم خان رحمتور پس از دیدن جسد تصدیق کرد که وی دختر نابالغش می باشد. امروز جسدی صفیه‌خان رحمتور را از جمهوری ازبکستان آوردند و به خاک سپردند. با همین جستجوی صفیه‌خان به انجام می‌رسد. نجات دهندگان دسته مخصوص زودعمل ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت و بخش آن در شهر خوجند بیش از 1 ماه با درخواست پدرش او را تا سرحد جمهوری ازبکستان جستند، اما نتیجه نداد. سپس مقامات به کشور پایاناب سردریا مراجعت کردند، زیرا سطح آب دریا بلند بود و سرعت آن تیز نیز بود. پدر دخترک سید اعظم خان رحمتور تخمین میکرد شاید دخترش در ازبکستان باشد. تخمین او درست برآمد و طبق مکتوب رسمی با عنوان کمیته حالت‌های فوق‌العاده مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب ارسال نموده. در آنجا قید کرده شده است که جسد نابالغ رحمت و صفیه‌خان سنه 12 مارت سال جاری در حدود شهر شیرین ولایت سردریای جمهوری ازبکستان دریافت کرده شده است. بعد دریافت گردیدن نزدیکان صفیه‌خان را به ازبکستان دعوت کردند و امروز سنه 13 مارت سال جاری جسد نابالغ از جمهوری ازبکستان به ولایت سوخت آورده شده. ساعت 15:00 سنه 13 به خاک سپرده شد. قید کردن به مورد است که این خیلی حالت ها بین جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان در تحلیل ها نشان میدهد که پیشتر هم چنین حالت ها رخ داده است و از آن جمله ما قید کردنی هستم که ما در دوره گذشته موسم گذشته آبازی در حدود شهر کانیبادام ما جسد شهروند ازبکستان را دریافت کرده به آنها سپرده بودیم و این حالت ها رخ میدهند.
ёдовар мешавем ки як хонанда аз шаҳри хуҷанд ки сафияхон раҳматова ном дорад санаи 7 феврал соати 13:30 аз хона баромада бедарак гардида буд. барои пайдо кардани ин духтарак мақомотҳои дахлдор ва наҷотдиҳандагон ҳамарӯза корбарӣ карданд. гузориши мафнашкур ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.